دکتر صاحب آیا یک پوش میتونه که وظیفه یک دندان انجام بده؟ یعنی میتونه که مثل یک دندان سالم واره در تغذیه فرد کمک کنه؟ بدون شک وقتی یک دندان تراش میشه و پوش میشه، اگر یک پوش خوب ساخته شود، یک پوش استاندارد ساخته شود، حتی همون قسمت های برجستگی دندان که در دندان طبیعی می باشه هم باید در ساخت پوش همیشه مراعات شود. یعنی پوش نباید هموار باشه و هم سطح باشه، باید کاملا سایزش، شکلش و شیپش به مثل دندان های دیگه مریض باشه و مقاومت پوش ها اگر به شکل درست ساخته شود فوق العاده عالی می باشه و به مثل یک دندان طبیعی مریض میتونه که ازش استفاده بکنه.